شما را من میپرسم آیا در زیر این آسمان و روی این کره خاکی، حتی دریا هم بگم، بر و بحر بگم، آیا کتابی بالاتر از قرآن وجود داره؟ ندارد. همه یقین داریم قرآن بالاترین موجوده در این کائنات. در این کائنات صفت الله ذوالجلال هست، بالاترین کتاب هست، برترین کتاب هست که نه قبل از این کتاب مثل این آمده و نه بعد خواهد آمد. این در خاتم النبیین نازل شد، همانطور که محمد رسول الله خاتم النبیینه، این هم خاتم الکتبه، آخرین کتاب هست. و این را هم من میپرسم و شما جواب میدهید، آیا از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم معلمی، مربی، استادی، رسول و پیغمبری برتری وجود داره و آمده؟ نیامده. همه قبول دارن که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل الخلائق، برترین مخلوقات، حتی از عرش و کرسی، حتی از خود جنت هم مخلوقه، عرش هم مخلوقه، محمد رسول الله از اینها هم برتره. حالا حرف سوم را شما باید بدانید و جواب بدهید و ایمان داشته باشید. برترین کتاب نازل شد، برترین استاد و معلم تشریف فرما شد. آیا شاگردان این کتاب و این معلم باید نمونه باشند یا باید پست و خار باشند؟ آیا محبوب خدا باشند یا فریب خورده شیطان باشند؟ محبوب خدا باشد. برترین موجود امتن، لہذا شاگردان این پیغمبر و خوانندگان این کتاب، اولین خوانندگان این کتاب، همانطور که پیغمبر در پیغمبریش بی‌نظیره، همانطور که قرآن در کتاب در تمام کتب نمونه و برتره، لہذا اولین شاگردان و اولین تلمیذان و اولین خوانندگان این قرآن که اصحاب محمد رسول الله باشد، از تمام اصحاب و از تمام انسانها و از تمام امتها برتر است. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما هستید برترین امت که من شما را خلق کردم، من شما را آوردم، من شما را در دور محمد رسول الله آوردم و آنهایی که مستقیم شاگرد محمد رسول الله هم و آنهایی که مستقیما زانو زدن جلوی رسول الله و قرآن یاد گرفتن، آنها بی نظیرن، نه در آسمان نظیر آنها پیدا می شود، نه در زمین پیدا می شود، نه در گذشته وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد داشت.